متاسفانه از بازی برآمدید، میبخشید. ای چیکار کردی تو؟ اعتراض نکن کمال، از بازی برآمدن، معذرت میخوام. حاضر من تو را ملیس غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشد. هورا ما غالب شدیم، میایم عزیزم. خدای مهربان شکری به اندازه میکنم. ما زیا زهرا لبای زهرا زیا گوش میکنم زهرا، تو گپ زده ایستاده ای؟ زیا این تنها زیا میگوید که زبانش گشوده نشده است. ما این چخل میشودن؟ در راه درستیم رفیقان، در راه درست. ادرنالین رو باید زیاد کنیم، حتما زبانش گشاده میشود. اوف، باز مسابقه میکنیم اگر. زهرا باز کنده را رها نکنی، با خدا که من از مار بسیار میترسم. وقتی که مرا به نزد مارها فرستادی خوب بود کن. افلاس چی خیره؟ من با دلم گفت زده میتوانم. از همه زور تو هستی ملیس بین، من براحت هستم. انیق در این مسابقه تو غالی میبرای دختر، با پیش. بله مرا تعریف کن. وقتی که من از این مرها هفتی بعد میبینم تو رو. سنم جان، نمیخوام که خودت رو اذیت دهی. طاقت که نکردی خودت رو پرتاب. چی گفتن میخوای هجری؟ توب نمیارم؟ یا اینکه تو مرا فربه گفتن میخوایی؟ که این گپ رو گفتم. سلطانم برای تو راضیم که به حوضی پر از مار بیفتم، از بلندترین قله ها و زمین بیفتم. تو دستانت را خسته نکن، رها کن کنده را. من بیفتم به آبی خنک افتم. رها کن سلطانم. ای ملیس دیگر طاقت ندارم، با خدا طاقت ندارم. مادر رها کن از برای خدا، گویا که تو میافتیده باشی. نامزدی دیوانه ات میافتد آخر. ای ملیس، ای عزمی، ای جنابی عزمی، دیگر طاقت ندارم. سلطانم مادر زهرا هرگز رها نکن. زیا معذرت میخوام. زیا گپ زد، با خدا که گپ زد. هجری من دستانم رو حس نمیکنم. تمام سنم جان، خسته شده باشی سرد من میافتم. خاموش گفتم من غالب میشوم. بسیار خنده و ورستی سنم. تو فکر میکنی که غالب میشوی؟ خودت رو نشان ده ملیس، از همه با قوت تو هستی. سنم در نزد تو شانس ندارد آخه. البته. چی شده ایستاده است؟ ملیس احتیاط کن، مستحکم بدار. کمال دستم میلغزد، بخشش میپرسم. خدایا شکری به اندازه به درگاهت. شکر که ما را غالب کردی خدایا. گوش جفتی سنم و هجری غالب آمدن. خرسک به افتخارشان. هجری من غالب شدم. هجری مرا دیدی؟ من غالب شدم. تمام سنم رها کن، غالب شدیم. تمام من غالب شدم. من عزیزم من غالب شدم. فهمیدیم سنم پایان شود. اما چمپیون منم. من زیا معذرت میخوام. زیا مهم نیست جانم، مهم این که تو گپ میزنی، پروا نکن. زیا معذرت میخوام. زیا آخر گفتم که مهم نیست، آخر تو پروا نکنه. زیا معذرت میخوام. زیا آخر گفتم که چیزی نیست. زیا معذرت میخوام. زیا چه خیلی؟ چی گپ است برادر؟ تو تی بر این یک گپ رو تکرار کرده میایسته. نه تا حال زبانش گشوده نشده است، یعنی زبانش برای دو کلمه گشوده شده. زیا معذرت میخوام. زیا رفیقان
در راه درستی میگویم، در راه درست. ادرنالین را بسیارتر، باز بسیارتر زبانش را میکشایم، موفق میشویم. باز مسابقه باز بازی میکنیم مگر مونده شدم آخر. آخر خسته شدیم عزمی جان. سلطانی من چیکار کنیم؟ اوف، زود زبانت گشاده شود. زیو معذرت میخوام زیو. ای اوف. رفیقان به خط معرا هر کسی که یکم میرسد غالب میشود. با پیش. تستم حقیقی منم. از سه برا نمیگذرد. زود باش عزمی جان، زود باش جانکم، زود باش. چیکار میکنی؟ ناخلاف شرده میکنی. از پدرت پیش میگذری. پدر اجازه ده تو رو گذارم. نامعقول کردی. زیو ما غالب شدیم زیو. نه جانم به خدا تو را پرتافته میروم. آرامیش. زیو آرامیش. زیو خوب هستی؟ خوبم. باز دیگر چیزم گفتی کو یا گپ زدن را شروع کردی؟ گپ زن. خوب هستی زیو؟ وایداد باز به این نشست بیدی. یکان چیزی دیگر بگو آخیر گپ زن کنی. خوب هستی زیو؟ خوبم. یا خدایا. اوف. عزیزم ما خالی برآمدیم ما. میان ما شکست سنم. هجری تو باز مرا فربه گفتن میخوایی. ما اینجا در مسابقه بازی داریم، تو باشی عصبی مرا خراب میکنی. آخر من چی گفتم که چمپیون شدیم یا خورسندی کنیم؟ ما حالیت شدیم ای. چی کار کنم؟ پدرم است، گذشته نمیتونم. کاش او غالب میشد. در جوانیش توربو بود، حاضر باشد دیزل شده است. ما خط مرا رو گذاشتیم، دویم شدیم جنابی عزمی. خط مرا رو گذاشتیم. مرا با گپ گرفتی. با گپ نمیگرفتی یکم میشدم. خوش رفیقان، به آخرین بازی که ادرنالین زیاد دارد آمده رسیدیم. البته که در این بازی برای زنده ماندنتان باید شریکانتان بسیار با دقت باشند. زهرا اگر در این بازی گپ نزنی من میدانم زبانی تو رو چی خیل کشایم. از پشت تو شده همون میمیرم. خوش اشتراکچیان عزیز، قاعده های بازی بسیار آسان است. اگر هر نفری که سبی بالای سری شریکش را رساند غالب می شود. اگر یگان وضعیتی ناگوار رخ دهد، اگر یگان کس تیر خورد، دکتران و طبیبان در اینجا آماده هستند. همه آماده هستیم؟ نیستیم. عزمی جان با من نه، بس باید رسانی. با دقت باش جانم عزیزم. هجری بسم الله گفته بی پرافق میدی. زیاد معذرت میخوام. جناب عزمی آماده هستید؟ تیرانداز حقیقی منم. یکم شما تیر می اندازید. عزمی جان با دقت باش. عزمی جان جیگرم با دقت باش، میترسم. دختر گپ زن، از پشت تو میمیریم آخر ما. زیو معذرت میخواهم زیو. ای من زبانی تو رو اوف. خدا رو شکر زنده هستم. مادر جان جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقتون رو حلال کنید رفیقم. زیو معذرت میخوام زیو.
اوه هجری رو بین. وای هجری رو ببین. ماشاءالله ماشاءالله با قوت ایمان پراند. سیب میخری؟ غیر از دیوانه دیگر همه به سیب رساندن. من هم باید رسانم. خوش زیا نوبتی تو است. زیاد معذرت میخوام زیا. خاموش باش آخر دقتم رو پریشان میکنی. اکنون نوبت دخترها. تیرها آزاد است. تولین میتوانی پرانی. شرم نکن پران سلطانم. تیری که تو می اندازی راست به قلبم می رسد. منتظرم. پدر؟ دکتران در حال او را از نظر گذران. گپ نزن. خاموش بی تربیه. کاری خودت را کن. شد بچه ها. هیچ گپ نشده است. تمام. همش زیر نظارت است. مسابقه را ادامه میدیم. رفیقان مشکلی نیست. ملیس جون شرط نیست که به سیب رسونی. تو ما رو به این هم در دلم پرونده ای، در قلبم. گپ رو کم کن. حلالت باد ملیس، دلم رو دو پاره کردی به خدا. آرام باش سنم جان، سیب در اینجاست. هجری نترس، تمام عزیزم، حاضر میپرونم. خودت میبینی. می آید. معذرت میخواهم سیا. پرون زدن نمانید. زیا معذرت میخواهم زیا. پران مرا، پران، از این عذاب جانم خلاص شود. پران دختر پران، از کلتکل از جانمون خلاص می شود. زیا معذرت میخواهم زیا. ای دختر شوخی کردم من. استادم را کشته. جنابی داور التماس گوش کنید. دکتر با ما گفت که اگر زهرا ادرنالینش زیاد شود زبانش گشاده میشود. التماس با ما یاری خیلی یاری میدیم. آخر این خیلی شوک هیجان یگون چیزی گوید که ادرنالینش زیاد شود، یعنی که بالا رود بالا. فهمیدم زیا معذرت میخوام زیا.
رفیقان اینجا رو خالی کنید. هر کس کارش رو کنه. لطفاً خیزید. اینجا رو خالی کنید. اجازه دید کارمان رو کنیم. با اجازهتون رفیقان دور شوید. یا خدایا. رفیقان متاسفانه جناب زیا رو از دست دادیم. پول کار کردن در اینترنت از همه روی آسان. تنها از این کانال میتونید طرز پول کار کردن در اینترنت رو بفهمید. مرحبا، در این کانال ابونه شوید. نام کانال رینبو تیوی. سیاه که در اپلیکیشن ویدیو مرحبا در ابونه شوید. ای دختر اینجا دوست داشته‌ات مرده است. تو باشه حالا هم زیا معذرت میخوام. زیا گفته ایستاده یا استاد زیا مرا تنها گذاشته نرم. زیا آها با فکرم زبانش گشاده شد. زیا مرا تنها گذاشته نرم. زیا مرا تنها گذاشته نرم. زیا مرا پرتفته نرم. زیا نمی شود. باز پای این کلمه چسبیده است. ای زهرا چرا مرا میزنی؟ آهسته مرا نزن. زیا مرا پرتفته نرم. زیا ایستا خیر بیگان جو نمیروم. مرا میکشی تو نزن مرا آخیر. زیا مرا تنها پرتفته نرم. زیا ای باز همون حرفای تکرار با تکرار. باز همون گبا. یک رهایم کن. یک سویست یک کافیست آخیر. کافیست یک سو. یک تو هم آخیر گرد بزنه. زیا معذرت میخوام. زیا با کجا رفتی نودم؟ جناب زیا یک طرف ایستا. خودم را میکشم. چیکار میکنی؟ با خودم را میپرم. استاد چیکار میکنه؟ چیکار کنم هجری؟ در دنیایی که زبان زهرا گرفته است زندگی کردنم حرام است. زهرا زبانت را کشو آخر گپ زن. این آدمی بیچاره دیوانه شد کو؟ به این هم او دیوانه بود. دیوانه تر شد. زهرا کمی گپ زن. بین اکی زیا خودش رو برای تو میکشد. الویدا زهرا. زیا ایست نپر. زهرا اگر این گپ را باز میسی توتی تکرار کنی من خودم را میکشم. خدا. زیا تو چی کار کرده ایستاده؟ سلاحت را پایان فرار التماس. زهرا زیا رها کن آن سلاح را. زبونش کشوده شد کو به خدا. زهرا زبانت کشاده شد مگر؟ یانگا تو چی ها گفته ایستاده ای؟ آدم خودش را کشته ایستاده است. تو باشه چون چی ها گفته ایستاده ای؟ خدایا. خدایا. غالب مسابقه معلوم گشت. غالب مسابقه جفتی هجری و سنم شدن. این چی خیل شد؟ چمپیونی حقیقی مایم. زهرا از اینجا میرویم جانم. با تو باید خصوصی صحبت کنم. زیا معذرت میخوام. زیا زهرا شوخی کردم. جناب کسانی که برای کشتن برادرتان به جنگاور یاری دادند اینها هستند. تاتاکیلاس، کمال سیاه، کنان دیوانه، نمیق، شرف، کمیسر اونل، کمیسر لوند، هجری، عدنان جسور، بابای قادر، شوکت، همتان را پاره میکنم.
сардорам, Сами дар аэропорт гурехтанӣ буд ки супориш додам дар қабдан оварданаш. Сами гуфтӣ? дар паси панҷара маҳкамай. Кане рафтем? Рафтем. ها ابله تو با سقراط یک جای کار میکنی؟ تو چه خیلی آدم بیشرف بوده یا؟ تو چه خیلی آدم بوده یا؟ اکه اونم سقراط مرا مجبور کرد. مجبور شدم. از برای تو شده من بیهوده از پس کلتاکیلاس دویدم. اکه کلتاکیلاس به این هم جنایتکار است. به خدا باور کنید. ای رب گم شو. اکه سقراط را کلتاکیلاس کشت. گناهکار است. انبار را هم او ترکاند. اکه بعد ترکیش برآمدن او را خودم با همین چشمانم دیدم. بدبخت سقراط در آن ترکیشی که در انبار شده بود نمرده است. کدام آدمی پیش از ترکیش در مابین قاش دلش پرانده است. سبب مردنش این است. شود آخر که اینش رو هم او کرد. البته پیش از ترکیش من صدای تیر سلاح را شنیدم. بعد از اون ترکیش شد. میدانستم لوینت، میدانستم. به خدا دیگر هیچ سعدی راه نیست. سومن را گرفته می آیم. در حال خانه‌دار می شوی. مثل شوخی سمی خیل نه؟ آخر زیاد مثل خوب از بسیار خوشحالم که بنفشه جان باید میدیدی که اکا چه خیلی مسابقه میکرد. میدونی که در پشتش مرا سوار کرده 100 متر دویده رکورد گذاشت. اکا راست میگوید؟ البته که راست میگویم. بنفشه جان میدونی کاش مرا هم در مسابقه در کنده آویزان غالب شدنم رو میدیدی. تنها به خاطر آنکه هجری به حفظ مرغا نافتد گفته کنده رو این خیلی در آغوش گرفته. به دست پنجه چیکار میکنی؟ سوخت ایست پایم رو سوزانده. اکا خوب هستی؟ پوف کن بنفشه. خدایا سوختمه. چی کار کردی سلامت برای خدا؟ آخر سوختی پایت رو آب شپیدم ای؟ آتش بود که آب شپیدی ای؟ اکا این دختر تو رو میکشد. او به دست و پنجه است. از این دختر جدا شدنت لازم. واهی من نکن بنفشه جان، چیزی نیست. خوبم. همه آدم این خیلی خطاگی میکند. اکا تو خوب هستی؟ نمیفهمی مگر این دختر بسیار خطرناک است. هجری یک لحظه نمیایی؟ نه اکا جان نرو. در اونجا به تو باز چیزی میشود. بنفشه در آشخانه به من چی میشود؟ نه اکا نرو، معلوم نیست. بنفشه گفتم که واهی من نکن. اکا آمدم سنم جان. هجری جان من شستشو کنم تو آبگردون میکنی جانم؟ البته که میکنم. هجری جان با فکر تو ما هم جفتی بسیار شیرین نیستیم مگر؟ مثل سیب دوپاره هستیم ما. با فکرم یک دیگر رو کامل میکنیم. یا خدا هجری چی شد؟ در پایم شیشه در آمد. ایست نه جان، ایست بینم. بیست هجری جان ایست. اکا چی شد؟ بنفشه در پایم شیشه در آمد. وای من نفهمیدم از دستم لغزید افتید. تمام ایست. خوب هستی؟ بنفشه ایست من ای رو از اینجا های اکم رو میکشی. تو چه خیلی دختری بیهونه رسی. کمی بودی قد باش. وای من بسیار زیق شدم. از حد گذراندی. رفت در خانه زیقی کن. ای اکا مگر من میخواهم به هجری ضرر رسد. ناگهان شد این کار. انیق ناگهان شد. چیکار کردی بنفشه؟ دختر رو گریوندی؟ چیکار کنم اکا؟ او تو رو میکشد. هر دو شما بسیار بد هستید. کار کردم میروم من. مایده چند چیکار کردی بنفشه؟ قهر کرده رفت. چیکار کنم اکا؟ بگذار رود. از مردنی تو خوبتر است.
намешавад. ман бояд рафта дилашро ба даст орам. сафсата нагу ака. майдачам, санам. زیا؟ لبای؟ این خیلی باشد روزی توی من رو معین کنیم خوب جانم؟ میکنیم من هم به زودگاه همان رفتم بیتول و سومن را گرفته میارم آنها هم اشتراک کنند میشود جانم بسیار خوشحال هستم جانم میدونی؟ من هم دیگر هیچ کس سد راهی توی ما شده نمیتواند خدا پناه دهد چشم نرسد زیایت نه بگذار بیاید هیچ گپ نیست آزاد شدم آخر زیا راست به نزد ما می آید بله آید هیچ گپ نیست آخر زیا سلاح برآوردن چی گپ باشد زیا دویده ایستادن یا خدایا عجبا اینها فهمیدن که سقراط را من کشتم چی؟ سقراط رو تو کشتی؟ نه نکشتم چسب کردیم که مرد زیا گریز زیا کلاس بسالان زیا گریز اکنون تو که سری کردی شد ایستا تسلیم شو چرا اون آدم را کشتی؟ نه نکشتم خودم را محافظت کردم به شرف کشته ای آخر سمی دیده است سمی به شرف وای پینام نمیسم بخم میدرمه ایست میگویم وگرنه میپرونم سردارم مسجد در آمد کو حضرت داملا خدا نموده خونگی تا قبول کنه هم مرده که قد بلند برودگی زنه دیده هم مرده چطور گفته سمه این کلبت حاد بود چی بود سردارم همین کرده کلاس بود که سله و جلک پشیده رفتیم بشرا و ما سهری پاپ گفته چی را نشاندی آدمی پس اکا جان ما یک سه چور نمودی دیگه شم میدونم التماس ادومم ندامین من حل میکنم چیل حل میکنی؟ اینجا بیا نگریز بخشش حضرت دامولا میبخشی بخشش جناب پاپ شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ چون همیشه گریخته ایستادم کلاس کی میگریزی؟ مرا یک سو گذار باز کنعانی دیوانه است پسند نه آخر من کارو کلانتر کردم بابای قادر بابای قادر گفتی؟ آشنا تو چیکار داری با این بابای قادر؟ بدبخت ای من خواست که دخترش جادوگری کنم میفورش که همون دختر لینگدرازش ای داملا هجری جدا شود در یک سکن تو فکردم دادمش بدبخت همون را خورده آشنا سرت را در این بلا گرفتار نکن آخر به کدام طرف میگریزی؟ طرف قبله خب من هم با اون طرف میگریزم یک جای میگریزیم یا خدای آمدن سردارم او طرف گریخته ایستید کمیسر رونال اینجاست پاپم قطیش گریخ رفت چی علاقه دارد کلتکلت دامولای ساخته است میگریزد پاپ چرا میگریخته است ممکن امور هم پاپی ساخته باشه کلیدال زود باش اوه تو جواب این همه رو میگویی санам бунафша ин хел гуфтан намехост вай нияти дили туро шикастан надошт лутфан даро кушо гап занем дигар бо ту гап намезанам иҷрӣ ту ҳамеша пушти хоҳаратро мегирӣ санамҷон аз барои худо даро кушо суҳбат кунем санам намекушоям фаҳмидӣ намекушоям ту ба назди хоҳарат рав бе ин ҳам ту маро дӯст намедорӣ ту ҳамеша тарафи хоҳаратро мегирӣ
санамҷон илтимос даро кушо суҳбат кунем. санам ایستید بچه ها. شما چیکار میکنه؟ کنی نقاب ها رو کشید؟ احمد بچه ها چرا شما جنگ میکنه؟ اول آنها سرکردنکه هجری میگویند که خیالی از جنگاور زورتر است. با گفتن که جنگاور زور است. بازی من آنها رو میزنم. اکای هجری لباس های جنگاور تمام شد، ما لباس های خیالی را خریدیم. بچه ها میزنیم آنها رو. ایستید کنی بچه ها ایستید. بچه ها این کاری کرده اتان درست نیست. شما جنگاور را نادرست شناختید. جنگاور برای از همه با قوت باشد گفتن نمی جنگد. پس برای چی جنگ میکنند اکای هجری؟ جنگاور به خاطر عدالت و انصاف حرکت میکند. جنگاور هرگز کسی را بیگناه نمیزند. برای همین شما هم به خاطر شهرت نجنگید. بچه ها شما باشید این لباس های خیالی را برارید. خیالی آدمی بد است. فهمیدم. اکنون نغزکک رفته بازی کنید. مصطفی، بلال، برهان، احمد مرا فهمیدید شما؟ فهمیدم اکای هجری. ما جنگاوریم. ای بچه ها تو بازید. احمد کودک رو غم نده. با امر ما رو دیر کردن. Biraz gaza bişir. گوش کن. نبر. شاکت بنزین تمام شد. فی خدا لعنت کند. رفتیم باز اینجا به دستی اونا نفتیم. بابا چه یک جوه؟ کجا میشد؟ خمارخانه است. خمارخانه؟ بچه گفتن کازینو رو واسه بدن. باور که برادر من باید بازی کنم. کدوم بیشرف پولای مرا ای پس کریستال دیده. باید بازی کنم پولدار شوم. شفقت سفسطه نگو خبشین. اونال از پس همان است. از پس همانه. از پس خودو. ای پس تو کی هسته جواب تا بگو. من رفتم. اکا پاپ اومده است. اومده باشد آمدن گیرد. چرا روی راست میگویی به عقل؟ نه اکا پاپی حقیقی اومده است. چی میگویند؟ پاپ باز ساخته هم میشود. این از کجا بار آمد؟ این کازینو را که شده؟ هم قیاد کردم بازی رکی. جناب پاپ تو راحت رو خطا آمدی به فکرم. نه درگاه مویه پراوی نپریه. جناب پاپ در نصرانی ها قمار بازی جایز است. سین مایده یه هفته بر جایز است. بکش علیدین رحمت مدام جو کلان شدگیم. کو بینم تو؟ پاپ راست پاپ می آید. در دستش همش سرخ است. ای بسیار فکر نکنه. درگی می تقدیرم امروز بلندی کرد.
معذرت میخواهم جناب پاپ. هیله بازی کردی بدبخت. چه خیل هیله؟ برای پول را ندادن گپ‌های افلاس میگویی ها؟ به این گپ‌ها ما فریب نمیخوریم. یا پول را میدهی یا در این میز میموری. اکا دامولو اومد. کدام دامولو ها؟ حالا این را نکشته. اکا اگر پاپ را کشیم چرا دامولو دعوت کردیم؟ باید پاپ دعوت نمیکردیم اگر. شما چی میگویید؟ ما را اجازت ده شینیم. چی گپ هست؟ خودش چی گپ؟ یکی دومولو یکی پاپ. انا به شما دنیا همه فریبگر بوده است. خیر بیا برادر تو قطعه ها را تقسیم کن دیگر اهمیت نده. ای دومولو شما این کارو نکنید. خیر نبودی این پاپ اما شما دومولو هستید. ای بس گناه هست. ای بو گناه تنها برای ماست مگر یا خدای مهربانم برای تو گناه نیست مگر تو چرا بازی میکنی؟ این خیل باشد گناه از ما گذشت دومولو. تو رو هم مثل این پاپ مخلوق میکنیم. خب کنی بیاده. تیزش بگی؟ چی گپ است؟ آخر تو دومولو هستی چه خیل میبری؟ چی شد؟ وقتی که بریدم حیران گشتی؟ آخر اینها دومولو و پاپ نیستند. اینیق پلیس هستند. ای بچه چه پلیس؟ یک گپوی میگی که آدم حیران میکنه. بچه ها اینجا پلیس هست گریزید. ای بچه بسن. چی شد؟ اینها چقدر ترسان کرد بودن؟ بیچاره دوم خدا کردن گریختنی؟ خیر خیز رفتیم ما را پلیس خیال کردن رفتیم. کار نمیکنی؟ چی خیلی کار میکنیم زود رفتیم. آشنا اینها را رها کن. پول ها را از کجا میگیری؟ صاحبی اینجا گریخته رفت. گویا پول میدهد بگو در. بعد میومم میگیرم مخی. رفتیم. аслан ман бо шумо қаҳрӣ карда будам аммо барои амри маъруф омадам. акам чӣ гуноҳ дорад? аз пушти ту шуда маро ҷамъ кард. ҳамин хел ҷони ман аста. шӯ дар масҷид ҳастем, кам гап зан лутфан. бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. муҳтарам ҷамоат, амри маъруфи имрӯза дар бораи ризқу рӯзӣ мебошад. парвардигор то кунун ҳеҷ махлуқро берӯзӣ нагузоштааст ва намегузорад. худованд инсонро камризқ мекунаду беризқ не. худо инсонро дар дороӣ ва дар нодорӣ санҷиш мекунад. бидонед, инсоният дар тӯли ҳаёташ рӯзе мешавад ки шоҳ мешавад ва рӯзе мешавад ки гадо. ризқ аз ҷониби худованд аст. баъзе инсонҳо мегӯянд ки мо меҳнат карда азоб кашида ба чунин рӯзҳо расидем, пулдор шудем. аз донишу савод ва меҳнати худамон аст ин ҳама молу мулкамон. онҳо иштибоҳ мекунанд ҷамоати азиз. ризқу рӯзии худованд аз саводу дониш ва меҳнати банда вобаста нест. худованди таоло дар ин мавзӯъ дар китоби муқаддас
дар сураи зумар оиди ин мефармояд. сураи зумар ояти 49-ро бингаред. худо мефармояд: пас чун ба одами сахтие бирасад моро бихонад, сипас чун аз тарафи худ неъмате ба ӯ бидиҳем бигӯяд: ҷуз ин нест ки ин неъмат бинобар донише ки маро ҳаст ба ман дода шудааст, балки ин неъмат озмоише аст, валекин аксари онҳо намедонанд. рӯзии банда аз босаводӣ вобастагӣ надорад. ризқу рӯзӣ агар аз саводу меҳнат вобастагӣ медошт, инсонҳои нодону ҷоҳил сарватманд намебуданд. ҳамчунин дар қуръони карим худо дар ояи 52 сураи зумар оиди ризқу рӯзӣ мефармояд: оё надонистанд ки худо рӯзиро барои ҳар ки хоҳад фарох месозад ва барои ҳар ки хоҳад танг мекунад? ба дурустӣ дар ин кор барои қавме ки имон меоранд нишонаҳое аст. пас барои ризқу рӯзӣ ғам махӯред. худованд инсонро кам ризқ мекунаду беризқ не, ва ба ин восита мову шуморо санҷиш мекунад. дар охир барои он инсонҳое ки мегӯянд ҳамаи молу мулкамонро заҳмат кашида, меҳнат карда бо донишу саводи худ ба даст овардем гуфтаниям: на бародар, чунин нест, балки ин неъмат аз ҷониби худо барои ту ҳамчун озмоиш дода шудааст ва рӯзе он неъмат аз дасти ту ба дасти дигаре мерасад. муҳтарам ҷамоат, вақти аз он шуд. баъди намоз ҷаноза аст. як хоҳари 20 солаамон ин дунёи фониро падруд гуфт. аз ин шумо ибрат гиред. марг пириву ҷавонӣ намегӯяд. пас ба умеде ки дар пирӣ тавба мекунем, нашавед ки марг шуморо ғофилгир мекунад ва баъд аз марг аз худованд танҳо як орзу мекунед ки дубора шуморо зинда кунад, то ибодат карда тавба кунед ва саратонро аз сажда набардоред. аммо мутаассифона ин ваъдаи худованд аст. чун инсон вафот кард, дигар роҳи бозгашт нест. то даме ки зиндаед, фурсати тавбаро ғанимат шуморед ва аз гуфтаҳои худо берун нашавед. худованди таоло ин моҳи рамазон ки моҳи муборак аст, моро аз савобаш бенасиб нагардонад. гӯш кун камон, агар тӯли як ҳафта бо ҳеҷ кас ҷанг накунӣ, ба ту имконият медиҳам. аз ростӣ? бале, аммо як ҳафта бо ҳеҷ кас намеҷангӣ. шуд, зебоям. чӣ коре шуд нашуд намеҷангам, қавл медиҳам. о мелисҷон, худатро пас задаӣ ку? чӣ гуфта истодаӣ? ором, камоли сиёҳ. як ҳафта, танҳо як ҳафта, ҳамихел не? магар бо ту гап задам ҳа, гӯсфанд? ту чӣ гуфтӣ, а? вай, як ҳафта, танҳо як ҳафта. вай, ҷаноби Фаридун, бо шумо як ҳафта пас во мехӯрем, мешавад? думшав, ту бар ин аблаҳро ман чӣ кор мекунам? гош кун, лаънатӣ. вай, ҷаноби Фаридун, бо шумо як ҳафта пас, чун ду одами калон вохӯрда метавонем? ҳозир мебинем. ҳунар дорӣ ба майдон баро? фаридун ҷон, намеравӣ лутфан? хайр, Фаридун ҷон, намеравӣ? лоин. хайр, ба хотири ту як ҳафта тоқат кунам ҷонам, чӣ мешавад? پیش از جنگاور شما خواهد ماند. سردارم، هم دنبلو هم پاپ رو از دست دادیم. هوی خوردن.
ذهنی دربارش بوده انیق شفقت بود. لوند انیق شفقت بود. آنها را بینه یکی دامولای ساخته شده از دیگری پاپی ساخته. به شرف ها همش نشانه آخر زمان سردارم. ها لوند به آن محله می رویم. شفقت رو شاید پیدا کنیم. او کرتکلس از دست دادیم. نصیب باشه نوبت شفقت رفیق سردارم. راستی که بگم از دست هر دومون هیچ نمیاد. همین خیلی نیست. ادامت گیر چقدر بسیار گم میزنی ها. باز مثل پیشتر شدیم. زیا چی کار میکنیم اکنون؟ نمیدانم و باید کاری کرده اثبات کنم، خودم رو سفید کنم. دیگر چاره ای ندارم. وای برای با من امکان دادنت تشکر زیاد میلیس. حالا ایست 1 هفته نشده است. ای دختر من به خاطر تو 1 هفته نه 1 عمر نمی جنگم. میبینیم باز 1 عمر نمی جنگیده بوده است. بچه ها برای شما جیگوری بپزم. نپزی نمیشود. یعنی چی نیاز از به جیگوری پختن؟ بسیار خوب نشسته ایم اینجا. اعتراض نمیخواهم. آماده میکنم. من خودم میکنم. زود میایم. ای وای خطری حیاتمون باز ادامه میکند اکا. خدایا هر بلایی که پیش آید دفعش کن. انشالله. اکا کانون تامو خیلی کشته بودی گناه گرفته باشی یا نه؟ هیچ خیلی گناه گرفتیم تایلا. او 1 آدم افلاسه بود. ما ثواب زیاد گرفتیم. ثواب درست ثواب بسیار گرفتیم. امیدوارم نمیفهمن که جیگوری پخته رو از بیرون خریدم. خوش جیگوری آماده شد. چه خیلی یعنی؟ من صدای کفیدنش رو نشنیدم. این سیری کاری من است. من به صدا میپزم.
هیچ چیز نشده ایستاده است کو؟ بسیار خوب است اکا. تشکر میکنم بنفشه عزیزم. دستت درد نکند سنم جان، بسیار خوب پخته است. آشی جانت شیرینم. نهاری رو هم من میپزم. شما خوب کنید، من خوراک رو آماده کرده شما رو بیدار میکنم. اکا تو به این دختر باور نکن، زنگی ساعت رو حتما مان. هجری شما خورده انگیرید، در بند لباس ها مانده بود، من آنها رو گرفته بیارم. تو بینشین سنم جان، دختر در نصف شب بیرون نمیبراید، من خودم حل میکنم. یا خدایا، حالا چیزی نشده است. در این کار چیزی است، اما اکا این حریف کی باشه؟ من چی میدونم اون میخواد دارد کی باشه؟ این بدبخت کیه؟ تو کیستی پسرم؟ اکا در دستش هم شمشیر دارد. پسرم تو کی هستی ها؟ کنان دیوانه، نمک و شرف. اکا او نامهای ما رو میدونه. تو نامهای ما رو از کجا میدونی ها؟ پیش از شما را کشتن یک سوال دارم. جنگاور کیست؟ تو کی را میکشی ایزار سرخط؟ با انا این لباسا گپی دیگر برادر. بیزار شدم با همین لباسای پاپ. یک کریس کلان در گردنم کشال. نه بابوی قادرش میترسم، نه کنان دیونش. آه بوی بهاره. آه انا اکه اونا سوزی؟ های شوکت، چه خیل هستی؟ ای بچه سوزم، شما سوز هستی؟ ای بیشرف، چو کردم؟ لباس پاپ رو کشیدی ها؟ سردارم لباس پاپ رو کی کشیده است که اکه اون من میکشیدم؟ آه اونا گفتم فریبتان کنم نشیده؟
زنده باش یکم. که اینجا بیا. نمیام. نگوریز. اینجا بیا بشرم. ایستا. سری پاورات زور تو خوردی. آفرین شوکت. آفرین. ابا چه میمونی نورون بگردی؟ اوهو. یه بچه بود تو کی؟ شوکت. تو نام مرا کجا میدونی برادر؟ پیش از تو را کشتن یک سوال دارم. بخیر باشد انشالله. جنگاور کیست؟ ای بچه من با جنگاور مانندم. من جنگاور پنگاور نیستم. وای این گپورمون من با تو یک چیز رو گویم. تو اون نقش عدنانی جسور رو چه خیلی اجرا کردی. قسم میخورم بسیار بهترین بود. چی فکر کردی؟ لازم شود ما هم دل جوشان داریم. دوشش حلالت با. ملیس میدرویم. بسیار دیر شده است. میدرویم وگرنه اینجا خوبه میبرد. بیا رویم. رفتیم. آه جانم، تو را یک روزی با حضور ندادم. قول میدیم که خوب میشود. روزهای خوب را میبینیم.
کیلس و کمال سیاه امشب جزای اژدهای سرخ را میبینه. جنگاور